سلام هم مسیر، چطوری؟ خوبی؟ امروز میخوام خیلی خلاصه مختصر مفید بازاریابی درونگرا رو واسه توضیح بدم. اگه که این ویدیو توسط خود من به دست تو رسیده یعنی من بازاریابی برونگر رو انجام دادم، اما اگر سرچ کردی پیدام کردی و این ویدیو رو داری میبینی، بازاریابی من کاملا درونگرا بوده، چون تو اومدی دیدی این ویدیو من برم ببینم چی میتونم از این بازاریابی درونگرایی از این شخص یاد بگیرم. حالا یه مثال میزنم. تو بازار سنتی اکثر کاسبایی که میبینی فقط توی فضای سنتی موندن و فقط یک مغازه دارن، اونو دارن بازاریابی درونگرایی انجام میدن. یعنی همون حضورشون فقط توی اون مکان، مثلا سر چهارراهیه، حضورشون باعث بازاریابی درونگرایی میشه. دسترسی راحت باعث بازاریابی درونگرایی میشه. اون بنر تابلو بالای مغازهشون باعث بازاریابی درونگرایی میشه. حالا چرا میگم بازار خرابه؟ چون چنل های دیگه ای از بازاریابی درونگرا رو ندارن، مثل SEO، مثل این که طرف تو اینستاگرام سرچ میکنه پیجش 3 تا پیج اول باشه. حتما اگر که توی نسل 3 داری فعالیت میکنی باید شیفت بکنی توی نسل 4 بیای، چون نسل 5 اومده داره میره و نسل 6 الان داره صحبتش میشه. از بازار عقب نمون و همین الان سعی بکن اینستاگرام یا سایتت رو استارت بزنی. خیلی مخلصیم، مرسی که روی خط اضطراری هستید، دوستتون دارم. تا ویدیو بعد، خدا نگهدار.